این مرد بلند قامت، سفید رو و قدری بیمو که عمق نگاهش را پشت شیشه های گرد روی صورتش مخفی کرده، دکتر محمد البرادعی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی است. او از ایران می‌خواهد پروتکل الحاقی را امضا کند. امضای پروتکل الحاقی یعنی آژانس بدون اجازه ایران هر وقت که بخواهد میتواند وارد تأسیسات هسته‌ای ایران شود. حتی در این تأسیسات دوربین بگذارد. دولت ایران که تمایلی برای ایجاد تنش با جامعه جهانی ندارد، قول همکاری میدهد. ما قادر خواهیم بود و آژانس قادر خواهد بود که گزارش نهایی خودش را در ماه مارس به شورای حکام ارائه بکنند و همونطوری که ما در گذشته همکاری کردیم، همکاری همه جانبه ای را انجام خواهیم داد که مسائل باقی مانده تمام و کمال حل بشه. دولتی که امروز در ایران سر کار است دو چالش بزرگ دارد. ایالات متحده می‌خواهد به افغانستان حمله کند. این یک چالش بزرگ منطقه‌ای است، هرچند فرصتی برای مذاکره هم هست. چالش دیگر دولت ایران کسانی هستند که به آمریکا اعتمادی ندارند. آنها معتقدند ابتدا باید از ایالات متحده امتیاز گرفت و بعد امتیاز داد. این در شرایطی است که چندی پیشتر در ایران عده‌ای برای قربانیان حمله به ساختمان‌های دوقلو اشک ریختند و شمع روشن کردند. به هر حال آمریکا به افغانستان حمله می‌کند. دولت ایران تنها کشوری است که متحدین مهمی در افغانستان دارد و می‌تواند آنها را علیه طالبان حمایت کند. آمریکایی‌ها نیازمند کمک ایرانند. We took a fourth world force, the Northern Alliance, riding horses, walking, living off the land, and we married them up with a first world air force. متحدین ایران از زمین و بمب‌افکن‌های آمریکایی از هوا کار طالبان را در افغانستان تمام می‌کنند. کابل فتح می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در مقابل نمایندگان این کشور قرار می‌گیرد تا درباره موفقیتش در مبارزه با ترور صحبت کند. بوش اما ناگهان زیر میز بازی می‌زند. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. مسئله محور شرایط معین کردن ایران روابط ما رو به موقعیتی رساند که شاید بدتر از موقعیتی بود که در آغاز انقلاب و اوج دشمنی‌های ایران و آمریکا وجود داشت. اتفاق عجیبی است. بوش تا چند ماه پیش بالاترین حد کمک برای از بین بردن طالبان را از دولت ایران گرفته، اما حالا به گونه‌ای برخورد می‌کند که دست دولتش مقابل منتقدانش بالا رفته و منطق تنش‌زدایی مورد نظر دولت زیر سوال برود. با اینکه جورج بوش عراق و کره شمالی محور شرارت نامیده، ایران میزبان جک استرا وزیر امور خارجه بریتانیا می شود تا درباره نابودی صدام مذاکره کند. Iran was a big cheese in the region and it was important for me to see the Iranians to get them on board for what we were seeking to do with Saddam, which was to get rid of him. We cannot ignore the threat posed by Saddam Hussein to this region, to countries like Iran and Kuwait, to the Iraqi people themselves, and to the security of the region and the world. جک استرا رابط بازی جدید می شود. آیا بوش همکاری با کشوری را میپذیرد که آن را محور شرارت نامیده؟ با اینکه میداند هیچ کشوری به اندازه ایران روی عراق اشراف اطلاعاتی ندارد. آمریکایی ها به عراق حمله می کنند. نتیجه حمله را رئیس جمهور آمریکا اینجا اعلام می کند. روی ناو جنگی.
Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. چند روز بعد اتفاق عجیبی می‌افتد. نامه ای روی میز وزارت خارجه آمریکا قرار می‌گیرد. نامه از جانب ایران است. حاوی پیشنهاد یک نقشه راه برای حل مسئله ایران و آمریکا. مطابق این پیشنهاد آمریکا باید دست از دشمنی با ایران بردارد و تحریم‌هایش را لغو کند. ایران هم در عوض حزب الله را خلع سلاح می‌کند. یعنی ایران عملاً دولت اسرائیل را در کنار یک دولت فلسطینی به رسمیت می‌شناسد. سفیر ایران در سازمان ملل این روزها جواد ظریف است. That proposal had a number of elements which were of importance to Iran. That is, it had the element of mutual respect, which has been lacking in U.S. approach to Iran. Even in response to a proposal that was basically a genuine attempt to resolve all issues of concern to either side, the United States simply decided to neglect it and put it aside. بی‌توجهی آمریکا به نامه ایران دوباره واسطه انگلیسی را به تهران می‌کشاند. جک استرا می‌آید تا باز هم میانجی حل مشکل شود. نامه‌ای که دولت خاتمی امضا کرده عقب نشینی از همه شعارهای انقلاب است. اما گویی این عقب نشینی کافی نبوده. جک استرا با خواسته جدیدی به تهران می‌آید. قدرت موشکی. I said to him that it didn't help that when they paraded their Shahab missiles on their National Military Day in Tehran, that the legend written on these missiles in English was death to the Americans. Khatami came straight back at me, smiled and said, yeah, but that's some relief to me because they used to write death to Khatami. And it was a very poignant moment really, bringing out, in a sense, his openness about the way in which he was continually being undermined by the conservative forces in Iran. ایران چند ماه است یک رزمایش مهم برگزار کرده است. شلیک موشک‌های عمود پرواز همراه با موشک‌هایی که با زاویه شلیک می‌شوند. جک استرا منظورش دقیقاً همین موشک است. او حرفش را می‌زند، اما کار قرار نیست همینجا تمام شود. هنوز خواسته قبلی هضم نشده، جک استرا درخواست بعدیش را مطرح می‌کند. فناوری هسته‌ای. گفتم دکترین ما اصلا بمب نیست، ما نه برنامه بمب سازی داریم نه سیاست ساختن بمب داریم. برای نخستین بار است که غرب دو مؤلفه مهم را می‌خواهد. پیام آمریکا و انگلیس برای ایران واضح است: جمع‌آوری فناوری هسته‌ای و از بین بردن موشک‌های دفاعی. این تنها شرط ممکن برای عادی‌سازی روابط آمریکا با ایران و لغو تحریم هاست. این نمایشنامه آمریکایی همزمان با ایران در یک کشور دیگر هم در حال اکران است: لیبی. سرهنگ قذافی که از سرنوشت صدام به شدت ترسیده میپذیرد با غربی ها توافق کند. او NPT را امضا می کند، تمام تأسیسات هسته‌ایش را هم باز کرده و به صورت نمادین به آمریکا میفرستد. کشتی قذافی هنوز به آمریکا نرسیده، وزیر امور خارجه بوش اعلام می کند این صرفاً یک قله است و کوه یخ هنوز زیر آب است. لیبی ناچار می شود تمام موشک‌هایش را هم از بین ببرد تا آمریکا راضی شود لیبی را از زیر تحریم‌های هسته‌ای خارج کند، بیخبر از اینکه تحریم دیگری برای سرهنگ قذافی در راه است: حمایت از تروریسم. این یعنی هیچ چیزی تغییر نمی کند. 5 سال بعد از این توافق آمریکا و انگلیس به لیبی حمله خواهند کرد، وقتی که لیبی دیگر هیچ قدرتی برای دفاع از خود در برابر حمله بریتانیا و آمریکا ندارد. اما امروز و اینجا در اجلاس 8 کشور صنعتی، بوش به صورت قطعی ایران را متهم به ساخت بمب اتمی می‌کند، مسئله‌ای که هیچگاه مدرکی برای اثبات آن ارائه نخواهد شد. International community must come together to make it very clear to Iran that we will not tolerate the construction of a nuclear weapon. Iran will be dangerous. معاون وزیر امور خارجه دولت بوش پا را از این هم فراتر می‌گذارد و تنها راه را تغییر حکومت در ایران اعلام می‌کند.
جان بولتون به شدت هوادار سازمان منافقین به رهبری مسعود رجوی است. سازمانی که طی 3 دهه گذشته هزاران ایرانی را ترور کرده است. Iran under the control of the Islamic Revolution was never going to be a rational partner, and that the ultimate way to stop Iran from pursuing nuclear weapons or supporting international terrorism was to change the regime in Tehran. این روزها جمله ای خاص دائما در صحبت‌های همه مقامات آمریکا تکرار می‌شود. همه گزینه‌ها روی میز است. این یعنی حمله نظامی هم جزو گزینه هاست. All options are obviously on the table, as the president has said repeatedly. Senator, I just have to repeat, the president never takes any option off the table, and he shouldn't. Be very clear, the president of the United States doesn't take any options off the table. For our part, the United States is keeping all options on the table. And as the president has said, all options are on the table. رفتار کشورهایی مانند لیبی از یک سو و قدرت نظامی آمریکا از سوی دیگر در دل بعضی از سیاسیون ایرانی ترس ایجاد کرده. آنقدر که 127 نماینده مجلس از رهبر انقلاب می‌خواهند جام زهر را بنوشد. در چنین شرایطی ایران می‌پذیرد با قدرت‌های بزرگ بر سر مسئله هسته‌ای وارد مذاکره شود. پلیس بدبازی ایالات متحده و پلیس خوب جک استرا وزیر امور خارجه انگلیس است. جک استرا بعدها اعتراف مهمی می‌کند. او می‌گوید ایرانی‌ها به دنبال سلاح اتمی نبودند. وزرای خارجه 3 کشور اصلی اروپا وارد تهران می‌شوند. رئیس سازمان اطلاعات انگلیس اینطور می‌گوید: We went to Tehran to get them to agree to stop enrichment and everything to do with enrichment. They should stop it forever. So we wanted to get them into that by getting them to agree to a suspension, to a halt. My working assumption was that they would not have agreed to the meeting unless they had something to give us. Why would they? ایران با مذاکره موافقت می‌کند و ریاست تیم مذاکره کننده را دکتر حسن روحانی بر عهده می‌گیرد. روحانی برگ برنده را روی میز می‌گذارد. پذیرفتن NPT به شرط غنیسازی اورانیوم به اندازه مورد نیاز. جمهوری اسلامی ایران داوطلبانه به طور موقت غنیسازی رو به تعلیق در میاره برای ابراز حسن نیت و ایجاد فضای اعتماد جدید بین ایران و کشورهای دیگر. او میگوید اورانیوم غنی شده برای سوخت راکتور اتمی تولید برق استفاده می شود. غربی ها نمیپذیرند. آنها به صراحت اعلام می کنند که تعلیق غنیسازی تنها شرط ادامه مذاکرات است. از این لحظه دعوایی شروع می شود که ریشه‌اش فقط یک کلمه است: لغو یا تعلیق. ایرانی ها می گویند وقتی هنوز سوختی به سانتریفیوژ ها تزریق نشده این یعنی تعلیق خودخواسته و غربی ها می گویند لغو مطلق. سانتریفیوژ دستگاهی است که می تواند غنای اورانیوم را به حدی بالا ببرد که در راکتور اتمی بسوزد و امکان تولید برق را فراهم کند. We didn't want to allow a situation where all this equipment was kind of primed ready to go, but all they agreed to do was not to press the button. So that was the argument, and it was a really big argument. بیرون کاخ مذاکرات عده‌ای تجمع کردند. آنها پشت سر تصاویر مقامات اروپایی پرچم اسرائیل گذاشتند. در داخل کاخ اما اروپایی‌ها چیزی را احساس نکردند. تیم مذاکره کننده ایرانی می‌خواهد به هر قیمتی که شده با دست پر از سالن خارج شود. اروپایی‌ها با دیدن این اشتیاق به توافق بازی را تغییر می‌دهند. Riley looked at his watch and said, "Oh, it's time for us to go and report to the president." And then something extraordinary happened, quite unscripted. And Yoshiko just banged the table and said, look, there's no point us going to see the president or talking to the press. We've not agreed anything. We would be fools. I mean, to sit there in a press conference, be polite, and nobody had an interest, to create bad feelings with our oaths. حالا روحانی در شرایط سختی قرار می‌گیرد. خطوط قرمز رهبر انقلاب هیچ نسبتی با توقع مقامات کشورهای اروپایی ندارد. از سوی دیگر دولت به خاطر شرایط داخل کشور و تقابل با جریان سیاسی رقیبش هر طور شده به این توافق نیاز دارد. شرایط سختی است.
روحانی به خاتمی زنگ میزند. And Rouhani got out his mobile. اونها میگفتن که کلیه فعالیت هایی که به نحو مرتبط هست به این مسئله باید تعلیق بشه. ما اینو قبول نداشتیم. خب مسئله مشکل شد. He was speaking very quietly, but it was clearly quite an intense conversation that Rouhani was having. It was quite extraordinary. So we were sort of hanging around. روحانی 1 ساعت با خاتمی تلفنی صحبت می‌کند. کشورهای اروپایی به ایران هشدار می‌دهند اگر دست خالی از این اتاق بیرون بروند احتمالاً رئیس جمهور آمریکا حمله نظامی خواهد کرد. گفتم خب حالا که شما نمیتونیم به توافق برسیم این رو واگذار کنیم به تفسیری که آژانس از این مسئله میده. خاتمی به شرایط تن می‌دهد. کار ایران دوباره به این مرد بلند قامت و کم‌موی مصری افتاده. نوبت اوست که بازی کند. البرادعی شفاهی به ایران میگوید تعلیق همان است که شما میگویید، اما در سند رسمی باید تعلیق کامل ذکر شود. حالا اروپایی ها حاضرند به دیدار رئیس جمهور ایران بروند در حالی که اتفاق مهمی در شرف وقوع است. رضایت اروپایی ها یک معنا بیشتر ندارد. کاسه‌ای پشت نیم کاسه است. محل مذاکرات کاخ سعدآباد تهران است. پس آنچه از این مذاکره بیرون بیاید به بیانیه سعدآباد معروف می شود. بیانیه سعدآباد یک سند رسمی است و نقل قول شفاهی البرادعی دیگر اهمیتی ندارد. این بار محمد البرادعی است که زیر میز بازی میزند. او اعلام می کند تفسیر او از واژه تعلیق همان است که اروپایی ها می گویند. متاسفانه آقای البرادعی علیرغم قولی که یعنی علیرغم حرفی که زده بود و علیرغم معیارهایی که بود یک جور دیگری تعلیق رو مطرح کردن که به نظر ما امر بسیار خلاف اخلاقی بود. به هر حال چه رئیس جمهور ایران رفتار البرادعی را غیر اخلاقی بداند و چه نداند، عرصه دیپلماسی عرصه اسناد امضا شده است. کار برای ایران عملاً تمام است. چند ماه بعد انتخابات مجلس نشان می‌دهد شرایط برای دولت مستقر سخت‌تر شده. جریانی که به رهبر انقلاب نامه نوشته بودند و تقاضای نوشیدن جام زهر داشتند دیگر در مجلس نیستند. مجلس هفتم دست جریان رقیب می‌افتد. نگرانی از باخت دولت ایران را به سمت یک اشتباه بزرگ در روابط خارجی می‌برد. توافق با غرب به هر شکل. هر توافقی بهتر از عدم توافق است. این شعار قرار است برای پیروزی در انتخابات دوره بعد ریاست جمهوری استفاده شود. تنگنای باخت در انتخابات باعث می شود مذاکره کننده ایرانی سراغ کسی برود که چند ماه پیش رسما به دولت ایران دروغ گفته و جانب طرف غربی را گرفته. Benefit from us losing this negotiation. I know that. They will not see favorably a success in these talks, and at the end they're rather influential people. آن سوی داستان اروپایی ها و آمریکایی ها در عراق به شدت گرفتار شدند. کمک می‌خواهند. ایران شرطش لغو تحریم های تجاری است. اروپایی ها نمی‌پذیرند. اروپایی ها اساساً اختیاری ندارند که بدون آمریکا تصمیمی بگیرند. این نکته است که طرف اروپایی صراحتاً اقرار می کند. لحن جک استرا وقتی برای دیدار با کالین پاول وزیر دفاع دولت بوش می رود التماس گونه است. I had a very close relationship with Colin Powell. I talked to him and said, we've got to give something to them and let us see. It's in our interest to try and give something to the Khatami regime. And Colin Powell agreed and said, well, he thought it would be very useful for the political directors to meet, and he invited us all to Washington a couple of weeks later to do that. پاول راضی می شود به ایرانی ها قدری امتیاز بدهد، اما اندکی بعد پلیس بد وارد ماجرا می شود. John Bolton. I was stunned that Powell had deviated from our policy by saying let's offer the Iranians even more carrots than the EU3 had been offering. اروپایی ها چهره بولتون را موقع مذاکره مثل سنگ توصیف می کنند. Bolton nous a écoutés
avec un visage qui ne bougeait pas. وزیری که به شدت طرفدار منافقین است و هیچ شانسی برای ایران قائل نیست. امتیازی هم نمی‌دهد. بولتون بعدها در سخنرانی‌هایش بارها خواهد گفت جمهوری اسلامی 40 سالگی خود را نخواهد دید. اروپایی‌ها ناامید از آمریکایی‌ها سراغ طرف ایرانی می‌روند. در پاریس ایران دوباره تعهد می‌دهد. تعهداتی که لازم الاجرا خواهد شد. دولت خاتمی پای اوراقی را امضا می‌کند که ایران را متعهد می‌سازد تا زمانی که مذاکره ادامه دارد غنیسازی را تعلیق کند. We put it in the Paris Agreement that suspension is essential as long as negotiations proceed. And we use the word proceed to show that it's not simply the negotiations should go on, but in fact they should move forward. انتخابات ریاست جمهوری در ایران همه معادلات طرف غربی را برهم می‌ریزد. جریان دولت مستقر در انتخابات می‌بازد. جریانی روی کار می‌آید که هیچ نسبتی با تفکر دولت قبل ندارد. با رفتن دولت اصلاحات اتفاقات جدیدی آمریکایی‌ها را حساس می‌کند. طبق نامه دولت قبل به جورج بوش قرار بود ایران دست از بازوان منطقه‌ای خودش بردارد. بوش این پیشنهاد را رد کرده بود، اما حالا اخبار بدی به دست آمریکایی‌ها میرسد. نیروهای ضد آمریکایی در عراق و در تمام منطقه غرب آسیا در حال تقویت شدن هستند. ایران روز به روز قدرت تاثیرگذاری خود را نشان می‌دهد. سربازان آمریکایی کشته می‌شوند. It's rare to get a convergence of intelligence from so many different kinds of sources and from several different agencies that all end up pointing in the same direction. جورج بوش پیام مخفیانه‌ای به ایران می‌فرستد. اگر به قدرت نمایی منطقه‌ای ادامه بدهید به شما حمله خواهیم کرد. The continuation of this Iranian behavior would be regarded by us as enemy action. پاسخ این پیام مخفیانه یک دعوت علنی است. ایرانی‌ها به آمریکایی‌ها می‌گویند تشریف بیاورید لندن، یک فنجان چای ایرانی بنوشید، صحبت کنیم. این پیام باعث عصبانیت شدید آمریکایی‌ها می‌شود. The Iranians wanted to be able to strike a deal whereby they stop killing our forces in Iraq in return for them being allowed to carry on with their nuclear program. زمزمه بررسی امکان حمله به ایران شنیده می شود. پاسخ انگلیسی ها به آمریکایی ها منفی است. ما در جنگ علیه ایران با شما همکاری نمی. I was saying, hang on, you just need to understand that there aren't any circumstances in which this British government, or in my view, any British government, could be involved in military action against Iran. ایران عراق نیست و جنگ در ایران کار آسانی نخواهد بود. آمریکایی ها ناچار از جنگ عقب می‌کشند. نتیجه پیشنهاد چای در لندن سر از کاخ سفید در می‌آورد. یک پیشنهاد جدید برای اولین بار در تاریخ. قرار است یک سوی میز مذاکره ایران بنشیند و سوی دیگر میز تمام کشورهای قدرتمند عالم. این حادثه ای تکرار ناشدنی است. We are agreed with our European partners on the essential elements of a package containing both benefits if Iran makes the right choice and costs if it does not. در کنار تمام پیشنهادات آمریکا در ازای توقف غنیسازی، بسته ای هم به ایران پیشنهاد می شود. اصلی بود سفارت سوئیس این طرح رو آورد به ما داد. البته قبلش ما گفته بودن ایشون کار خیلی مهمی میخواد انجام بده. برای نخستین بار ایالات متحده به ایران پیام میفرستد. تلاش برای نابودی جمهوری اسلامی متوقف خواهد شد. به نظر شرایط در حال تغییر است. That policy had failed. We had tried we had advocated regime change. We had a very threatening posture towards Iran for a number of years. It didn't produce any movement whatsoever. مقاومت در مقابل خواست ایالات متحده در حال جواب دادن است. ایران غنیسازی را خواهد داشت، اما به صورت محدود. این توافقی است که غربی‌ها حاضرند روی آن مذاکره کنند. مذاکرات با خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا شروع می شود.
این بار مذاکره کننده علی لاریجانی است. مذاکرات شروع شده. درست وسط یک بحران بزرگ منطقه‌ای. رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کرده تا برای همیشه ریشه حزب الله را بخشکاند. اما هیچ چیز آنطور نمی شود که اسرائیلی ها برنامه ریزی کردند. تمام نمادهای قدرت اسرائیل در این نبرد نابود می شود. تیپ کماندوی گولانی، تانک مرکاوا، هواپیمای F-16 و نهایتاً کشتی‌های جنگی فوق پیشرفته سایر. دست ایران برای مذاکرات پرتر از قبل است. آمریکایی‌ها آماده اند تا علی لاریجانی به نیویورک سفر کند، اما اتفاق دیگری می‌افتد. لاریجانی در لحظات آخر توسط رئیس جمهور برکنار می‌شود. مذاکره کننده ایرانی از این پس سعید جلیلی است. آن سویتر و در ایالات متحده آمریکا خبرهایی است. آمریکا دیگر درگیر مسئله ایران نیست. انتخابات در راه است و مردی پیشتاز رقابت هاست که رنگ پوستش سیاه است و شعارش تغییر در همه چیز. او می آید تا شرایط را برای ایران هم تغییر دهد. I have Muslim members of my family. I have lived in Muslim countries. My job is to communicate the fact that the United States has a stake in the well-being of the Muslim world. اما این مرد که خود را دارای ریشه‌های اسلامی هم می‌داند، متحدان قدرتمندی در آمریکا دارد. متحدانی صهیونیست. The man has been surrounded by Jewish influences, the law professors, the law colleagues, the fellow community organizers, his early backers in Chicago. By and large, their politics was liberal, progressive, and that extended not only to their views of, say, social policy in the United States or any other issue, but also having to do with Israel. تعهد او به صهیونیست ها به قدری جدی است که اوباما را به تیتر یک نشریه نیویورک تبدیل می کند. نخستین رئیس جمهور یهودی با زیر تیتر اوباما بهترین دوست اسرائیل از آغاز تا کنون. داستان پیچیده می شود. این مرد سیاه‌پوست برای نخستین بار رسما اعلام می کند به رهبر انقلاب ایران نامه‌ای نوشته و در آن به صراحت عنوان کرده که آمریکا هیچ برنامه‌ای برای تغییر حکومت در ایران ندارد. اما خیلی زود شرایط تغییر می‌کند. در تهران وقایعی رخ می‌دهد که لحن مقامات آمریکایی را نسبت به ایران تغییر می‌دهد. اتفاقات تابستان سال 88 سبب می‌شود موضع ایران در مذاکرات آنقدر ضعیف شود که مردان رانده شده از کاخ سفید دوباره به دولت بازگردند. معماران تحریم‌های سنگین روی ایران یکی یکی به پشت میزهایشان برمیگردند. نتیجه عظیم‌ترین تحریم تاریخ بشری روی ایران است. The toughest sanctions ever faced by the Iranian government, and it sends an unmistakable message about the international community's commitment to stopping the spread of nuclear weapons. تحریم ها وقتی اثر می کند که ایران در آستانه سال 92 قرار دارد. سالی که باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. بالا و پایین شدن قیمت دلار تا رسیدن به سطح کنترل شده موجب می شود شوک شدیدی به بازار وارد شود. گرانی و ناامیدی از آنچه پیش روست باعث می شود تا موجی از نارضایتی از دولت مستقر به وجود بیاید. همین نارضایتی سبب می شود در بهار 1392 مردی که 8 سال پیش رفته بود دوباره برگردد. دکتر حسن روحانی نامزد ریاست جمهوری می شود. انتخابات 92 عرصه تقابل دو گروه مذاکره کننده هسته‌ای است. روحانی با اتکا به پشتوانه مذاکرات تیم خودش در ماجرای هسته‌ای شعارهای انتخاباتی خود را مطرح می‌کند. من گفتم سانتریفیوژ خیلی خوبه به چرخه، به شرط اینکه زندگی مردم هم بچرخه، کارخونه‌های دیگر هم بچرخه، صنعت هم بچرخه و این کار شدنی است. اونایی که هرچه پیش بینی کردن به عکس درآمد، گفتن شورای امنیتی در کار نیست، قطعنامه‌ای در کار نیست، تحریم در کار نیست، هر روز جشن گرفتن که مسائل هستی تمام شده، حل شده، نهایی شده. اونا باید بدونن که
نتونستن مسائل بین المللی رو درست تشخیص بدن، نتونستن بشناسن. به اعتقاد من شرایط امروز ما شرایط بسیار حساسی هست. کسانی که تجربه لازم دارن، کسانی که دنیا رو میشناسن، کسانی که میتونن از طریق مذاکره منطق با شناخت جهان مسائل رو حل بکنن، باید دیپلماسی هسته‌ای رو در دست بگیرن و حل و فصل بکنن. رأیگیری برگزار می شود و نهایتاً دکتر حسن روحانی است که با شعار بهبود وضعیت معیشت مردم و تعامل سازنده با دنیا برنده انتخابات می شود و به عنوان رئیس جمهور منتخب دوره 11 انتخاب گردیدند. رئیس جمهور جدید تنها 3 ماه بعد از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری مصاحبه عجیبی می کند. کشور از لحاظ کالای اساسی و از جمله گندم دچار مشکل هست. یک گزارشی به دست من رسید که در یکی از استانها گندم فقط برای 3 روز در سیلو وجود داره. این مصاحبه در آستانه مذاکرات هسته‌ای نشانه خوبی برای طرف غربی است. نشان از این که تحریم ها تا مغز استخوان ایران را سوزانده و ایران با چنین وضعیت وخیمی قرار است سر میز مذاکره حاضر شود. البته صحبت‌های طرح شده در این مصاحبه رئیس جمهور به سرعت از سوی مسئولان دولت قبل تکذیب می شود. حتی اسحاق جهانگیری هم به عنوان معاون اول روحانی از خالی نبودن انبارها حرف می زند. اما با همه اینها این مصاحبه در آستانه مذاکرات تأثیر خود را می گذارد. فرانسه کار را به توهین می کشاند و اعلام می کند تمایلی ندارد بخشی از توافق احمقانه پیش رو باشد. از سوی دیگر با اینکه انتخابات تمام شده اما هنوز فضای سیاسی کشور به حالت عادی باز نگشته. ظریف توییت می کند آن کس که هولوکاست را انکار می کرد رفته. ظریف حتی در گفتگوهای بین المللیش ترجیح می دهد به جای نقد رفتار طرف غربی به مذاکره کننده های دولت قبل طعنه بزند. ما می توانیم با مقداری امیدواری نسبت به آینده احساس بکنیم که این درس از بیفایدگی روش گذشته آموخته شده. خبر مذاکرات نتانیاهو را به هم ریخته. او اوباما و هیئت حاکمه آمریکا را در کنگره مورد خطاب قرار می‌دهد. This is a bad deal. A very, very bad deal. It's the deal of the century for Iran. It's a very dangerous and bad deal for peace and the international community. نتانیاهو مخالف هر نوع توافقی با ایران است. اسرائیل حمله نظامی به ایران را تنها راه حل ممکن برای مهار جمهوری اسلامی می‌داند. اما دست رئیس جمهور آمریکا برای حمله به ایران بسته است. زمانی که بوش پسر تلاش کرد به ایران حمله کند، محاسبات نظامی او را از این تصمیم باز داشت. از آن زمان تا کنون توان نظامی ایران به سطح بسیار بالاتری رسیده و عملاً امکان نظامی از بین رفته. رئیس جمهور جدید آمریکا معتقد است تنها راه کنترل ایران دیپلماسی است. اوباما به نتانیاهو تضمین می‌دهد این توافق به گونه‌ای باشد که امنیت اسرائیل را تضمین کند. چند روز بعد دولت ایران 27 تعهد مهم به طرف غربی می‌دهد. از ارائه اطلاعات معادن مهم کشور به اروپایی‌ها تا تعطیلی غنیسازی. دولت ایران حتی تعهد می‌دهد تمام مواد بالای 5% را از بین ببرد و نقشه همه تأسیسات هسته‌ای را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. ظریف به مجلس می‌رود. من به شما اطمینان میدم که زمانی که تحریم‌های شورای امنیت فرو بریزد تمام تحریم‌های دیگه آمریکا جز تکه پاره‌ای از کاغذ نخواهد است. بعضیا چشماشون زیاد نچرخه وقتی این حرفا رو میشنون.
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه، تا بانک‌های ما احیا بشه. توافق شروع می شود، اما در مقابل همه آن تعهدات طرف غربی اعلام می کند ایران باید فقط به چین و هند نفت بفروشد. ایران اعلام می کند این یعنی دستاورد توافق عملاً صفر است. از سوی دیگر ایالات متحده که قرار بود دیگر تحریمی روی ایران برقرار نکند، رویال بانک اسکاتلند را جریمه می کند. علت جریمه معامله این بانک با ایران است. چند شخصیت ایرانی هم مورد تحریم قرار می‌گیرند. آمریکا به همان یک بند که قول داده بود هم عمل نمی‌کند. اما رئیس جمهور ایران توافق را موفق می‌داند. به تعبیر دیگر قدرت‌های جهان حقوق هسته‌ای ایران را به رسمیت شناختند. سازمان تحریم با اجرای این توافق شکسته خواهد شد. چه دیگران از این لفظ خوششون بیاد چه بدشون بیاد، ترک ها در سازمان تحریم از دیشب آغاز شد و هر چه زمان بگذره فاصله این ترک ها بیشتر خواهد شد. منتقدان عملکرد دولت ناراحتند. آنها میگویند در مقابل 27 تعهد بزرگ تقریباً دستاوردی که دولت به دست آورده به هیچ نزدیک است. 18 اسفند 1394 47 سناتور جمهوری خواه به ایران نامه می نویسند. هر توافقی با جان کری داشته باشید فقط تا پایان ریاست جمهوری اوباما دوام دارد. این یعنی هیچ توافقی تا در کنگره آمریکا تصویب نشود پایدار نیست. پس هر رئیس جمهور می تواند هر طور دلش می خواهد با توافق پیش رو رفتار کند. اما در ایران نشریات نزدیک به دولت نظرهای دیگری دارند. این یکی از مشهورترین آنهاست. امضای کری تضمین است. فروردین سال 1394. امروز ما یک گام تعیین کننده برداشتیم. ما به راه حل‌هایی در مورد مؤلفه‌های مهم برنامه جامعش اقدام مشترک یا به طور خلاصه برجام دست یافتیم. این امر مدیون عزم سیاسی، حسن نیت و تلاش جدی همه طرف‌ها بوده است. جان کری که تا چند روز قبل از این توافق مثل یک دوست با ظریف در خیابان قدم میزد، حالا به صراحت از حمله نظامی حرف میزند. I'm going to go out as your Secretary of State and tell Israel or any country in the region that we're prepared to use the military option. I need to know you're really serious because I don't want the rug pulled out from under me. And he looked at me and said, John, so help me, I promise you, I'm the only president who has designed the weapon to do it. I've deployed the weapon to do it. And if that's the only option, I'll do it. But I believe, he then said, I believe. تهدیدهای آمریکا را اما رهبر انقلاب است که پاسخ می‌دهد. من نمیفهمم مذاکره در زیر شبه تهدید چه معنایی دارد؟ مذاکره کنیم زیر شبه تهدید، مثل اینکه یه شمشیری بالا سر ملت ایران. اینجوری نیست. ملت ایران مذاکره زیر سایه تهدید رو بر نمیتابه. چرا تهدید میکنن؟ چرا غلط زیادی میکنن؟ میگه ما اگر چنین نشود چنان نشود ممکنه حمله نظامی به ایران بکنیم. اولا که غلط میکنید. مسئله ایالات متحده با ایران حالا جدی‌تر شده. آنها معتقدند تحریم‌های ایران تا زمانی که موشک داشته باشد به قوت خود باقی است. این همان برنامه است که یک بار روی لیبی و یک بار روی عراق جواب داده. هم حکومت‌های مستقر در این دو کشور از بین رفتند و هم هر دو کشور امروز بیشترین آمار ترور و درگیری با گروه‌های تروریست را تجربه می‌کنند. 23 تیر ماه
آنچه مورد نظر دولت است بالاخره اتفاق می‌افتد. برجام امضا می‌شود. برای ما افتخار بزرگی است که اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هسته‌ای ایران دست یافته‌ایم. برنامه‌ای برای اقدام مشترک بین ایران و طرف غربی. این برنامه را به اختصار برجام می‌گویند. رئیس جمهور سخنرانی می‌کند. امروز روزی است که قدرت‌های بزرگ اعلام کردند که همه تحریم‌ها برداشته خواهد شد و همه قطعنامه‌های ظالمانه لغو خواهد شد و شرایط عادی و معمولی در روابط با ایران آغاز خواهد شد. اوباما برخلاف روحانی از تعلیق تحریم‌ها حرف زده، نه از لغو آنها. شب انگام طرفداران برجام برای شادی به خیابان می‌آیند. آنها معتقدند تحریم‌ها برای همیشه فرو ریخته و شرایط زندگی ایرانیان به کلی دگرگون خواهد شد. این دقیقاً همان چیزی است که ساعاتی قبل رئیس جمهور ایران وعده داده است. 30 تیر 1394. ظریف به مجلس می آید و تضمین می دهد. پیش از شروع اقدامات ایران، پیش از شروع هر گونه اقدام ایران، قبل از آن که یک پیچ و مهره باز شود، طرفهای آمریکایی و اروپایی تحریم‌های خود را قانوناً و رسماً و کتباً لغو خواهند کرد و یا متوقف خواهند کرد. اثر بخشی این اقدامات همزمان با اثر بخشی اقدامات ایران صورت خواهد گرفت. بعضی از نمایندگان نسبت به آینده برجام خوشبین نیستند. آیا اگر آمریکا از برجام بیرون رود تحریم‌ها باز می‌گردد؟ دست ایران به جایی بند خواهد شد؟ آنها معتقدند در آمریکا کنگره برجام را تصویب نمی‌کند. یعنی برجام تبدیل به قانون داخلی آمریکا نخواهد شد و به راحتی قابل لغو است. 29 مهر ماه 1394 رهبر انقلاب شروط بسیار مهمی برای پذیرش برجام می‌گذارد. 9 شرط مهم که مهمترین آنها لغو تحریم هاست. آن هم با تعهد کتبی از طرف تمام رؤسای جمهور کشورهای مذاکره کننده. علاوه بر این هر تحریمی به هر بهانه‌ای از این پس وضع شود باید با نگاه به لغو برجام باشد. اقدامات ایران در برجام هم تنها در صورتی شروع شود که پرونده هسته‌ای ایران عادی سازی شده باشد. همچنین راکتور عراق وقتی نوسازی شود که قرارداد قطعی طرح جایگزین بسته شده باشد. اورانیوم نیز زمانی در برابر کیک زرد خارجی معامله شود که تضمین کافی برای تحققش گرفته شده باشد. اما آیا این شروط رعایت شد؟ دیماه سال 1395 این نخستین سال روز برجام است. دولت به تیم مذاکره کننده و همراهانشان جایزه می‌دهد. توزیع 750 سکه طلا به عنوان جایزه در شرایطی است که منتقدان می‌گویند هنوز هیچ دستاوردی از برجام در اقتصاد ایران حس نمی‌شود. رئیس جمهور پاسخ می‌دهد. سالی که نکوست از بهارش پیداست. ما بهاری رو آغاز می‌کنیم که بانک‌های ما در تحریم نیستند. بهاری رو آغاز می‌کنیم که بیمه‌های ما در تحریم نیستند. بهاری رو آغاز می‌کنیم که با کشورهای مختلف بتونیم تجارت بکنیم. رئیس جمهور از بهار نیکو صحبت می‌کند، اما آن سویتر خبرهایی است. در عرصه اقتصاد بانک‌های جهانی تمایلی ندارند با ایران همکاری کنند، به ویژه حالا که اوباما رفته و مردی رئیس جمهور شده که شعار انتخاباتیش پاره کردن برجام است. عده‌ای در داخل کشور برای توجیه وضع فعلی سراغ همان راهکاری می‌روند که در دهه 70 اصلاح طلبها در جامعه شایع کرده بودند. اگر تسلیم نشویم جنگ می‌شود. فقط این عبارت اینطور تغییر کرده. اگر برجام نبود جنگ میشد. رهبر انقلاب اینطور پاسخ میدهد. به مسئولین ما میگه که آقا جنگ در ایران حتمی بود، اگر برجام نبود حتما جنگ بود. دروغ محض. چرا میگن جنگ؟ برای اینکه ذهن ما بره به جنگ. جنگ واقعی چیز دیگه است. جنگ واقعی جنگ اقتصادی است.
جنگ واقعی تحریم است. جنگ واقعی گرفتن عرصه‌های کار و فعالیت و فناوری در داخل کشور است. این جنگ واقعی است. 1 تیر ماه 1395 سفارت کره جنوبی میگوید حتی نمیتواند پول برای سفارتش به ایران بیاورد. وقتی یک دولت برای سفارتش نمیتواند پول جابجا کند، تکلیف تجارت با آن کشور معلوم است. با این همه دکتر روحانی نمیخواهد به این سادگی‌ها دست از برجام بردارد. روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شعار انتخاباتیش را روی رفع تحریم سوار می کند. اگر دولت 11 نبود همه این راه ها مسدود شده بود. بله. امروز دوستان ما هم نمیتونستن از این فضا برای تبلیغات انتخاباتی خودشون استفاده بکنن. روحانی برای بار دوم رئیس جمهور می شود، اما وضعیت اصلاً شبیه آن چیزی نیست که در انتخابات وعده داده بود. رئیس جمهور آمریکا رسما در اسفند ماه سال 96 اعلام می کند خروج آمریکا از برجام قطعی است. همین صحبت کافی است تا بازار ارز ایران به هم بریزد. بازاری که هیچ بند و بستی برای اداره اش جز اعتماد به برجام وجود نداشت. از سوی دیگر بانک ها که در سال 92 اجازه پیدا کرده بودند با سود بالا نقدینگی را در شعبشان حبس کنند، دیگر طاقت نیاورده و این نقدینگی به سوی بازار ارز و سکه و مسکن سرازیر می شود. نقدینگی 2 برابر روزی است که حسن روحانی رئیس جمهور شده است. ساخت مسکن تعطیل شده و عمده تراکنش‌های ارزی ایران هم زیر نظر آمریکایی‌ها انجام می شود. همین می شود که با یک تکان ساده برج اقتصاد ایران فرو می ریزد و ارز در کمتر از 5 ماه به 15,000 تومان می رسد. 18 اردیبهشت سال 97 از راه می رسد و آمریکا از برجام خارج می شود. Never acquire a nuclear weapon. After these consultations, it is clear to me that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement. این یعنی اثبات نامه جمهوری خواهان به ایرانیان. هر توافقی با اوباما تا در کنگره قانون نشود فقط توافق اوباماست. روحانی خروج آمریکا از برجام را به حذف یک مزاحم از مذاکرات با اروپایی ها تعبیر می کند. روحانی می گوید ایران در برجام می ماند، اما همه می دانند خروج آمریکا یعنی پایان برجام. علیرغم میل آمریکا و رژیم صهیونیستی و تلاش‌های اونها و حرف‌های بی‌نزاکت امشب ترامپ، برجام پایدار خواهد ماند و ما می توانیم به نفع صلح و امنیت منطقه و جهان قدم‌های خودمون رو برداریم. برجام هیچ قابلیتی برای پیگیری ندارد. نه میتوان بر اساس آن شکایت کرد، نه میتوان از آن خارج شد. این یعنی هم تمام برنامه هسته‌ای ایران تعطیل شده و هم تحریم‌ها به طور کامل اجرا می شود. دی ماه 1399 شورش و اختشاش در آمریکا بر سر انتخابات ریاست جمهوری با کوتاه آمدن ترامپ و تأکید کنگره تمام می شود. رئیس جمهور ایران سخنرانی می کند. اون آدم کم سواد تاجر مسلک آمد خط کرد یه کاغذ رو، با یه خط اینجور شد دیگه. یه کاغذی رو آورد اینجوری خطی کرد و گفت که خب این من از برجام خارج شدم. خب حالا اون اومد این کاری کرد، نفر بعد بیاد 2 مرتبه یه کاغذ خوب بذاره قشنگ امضا بکنه، یه امضا میخواد. او حرفی میزند که ناقض ادعای وزیر خارجه دولت است. ظریف تضمین داده بود که رئیس جمهور آمریکا نمیتواند با یک امضا برجام را نقض کند و تحریم‌ها را بازگرداند. آمریکا میخواد بیاد تحریمی رو
رئیس جمهور بعدی به قول اون آقای تام کاتن که رفیق ما شد بس که با هم دیگه روی توییتر پیام رد و بدل کردیم with a stroke of a pen با یک امضا برگردونه. خب برگردونه کی تو دنیا اجرا میکنه؟ اینکه آمریکا بیاد with a stroke of a pen یه کاری بکنه هر وقت که ببینید تام کاتن که اینو گفت من که جوابشو دادم همه واسش زیر توییتر خودش نوشتن پولتو برو از هاروارد پس بگیر خوب حقوق یادت ندادن. یعنی واقعیت امریه بالاخره قاعده داره نمیتونه این کارو بکنه های دکتر ایزدی. اما این اتفاقی است که میافتد. در ایران دولت به شدت امیدوار است رئیس جمهور جدید آمریکا یعنی جو بایدن به برجام بازگردد. این بار باید دید تاریخ روند مذاکرات را چگونه ثبت خواهد کرد.